زندگی در سرزمینی که اکسریت مردمش مسلمانند تنها افتی نیست، بلکه مسئولیت است. اگر تو خود را مسلمان میدانی، پس بدان که هر کسی، هر نواره و هر لباسی که مردم را به فتنه میبره میتواند بعد از او هم گناهش ادامه یابه. مدل بودن شما مردم را به فساد میکشد، یعنی جلب نگاه های نامحرم، بلخنگی و لباس های خلاف حیا استفاده می شود. این کار با اخلاق اسلامی موافقت ندارد. زیبایی حقیقی در عفت، حیا و احترام به خود است، نه در نمایش دادن بدن. در روایت مسلم آمده است که پایامباری خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: دو گروه از اهل دوزخند که تا حال آنها را ندیدم. یکی از آن دو گروه زنانی هستند که لباس پوش ولی برهنه‌اند. مردم را به خود مائل میکنند و خود نیز مائل میشوند. آنها به بهشت داخل نمیشوند و حتی بوی آن به مشامشان نمیرسد. پس ای مدل ها، پیش از آن که برای پسند مردم زندگی کنین، فکر کنین که روز قیامت نزد پروردگارتون با چی روبرو میشوی. زیبایی میگذره، جوانی میگذره، شهرت هم میگذره، اما عملهای فاسقی باقی میمونه. در طبع حالا باز است. اگر امروز برای رضای خدا یک قدم به سوی حیا، عفت و لباس شایسته بگذاری، این بهتر از هزارها تعریف و لایک مردم است. خدا را از خود راضی کن، زیرا رضای او از همه چیز بالاتر است.